دنبال چاپ کتابت نباش، چون هیچ ناشری کتابت رو چاپ نمیکنه. این جمله رو از خیلی از نویسنده‌های تازه کار ممکنه شنیده باشی. میدونید شرایط چاپ کتاب توی نشرهای مختلف چیه؟ نشر چشمه از الان تا 3 سال آینده هیچ کتاب جدیدی رو نمیپذیرد. نشر ثالث فقط کتاب نویسنده‌های معروف و سرشناس رو میپذیرد. و نشر امیرکبیر به دلیل فروش پایین کتاب هیچ کتاب جدیدی رو چاپ نمی‌کنه. انتشارات نگاه تمایلی برای همکاری با نویسنده‌های نوقلم ندارد. نشر میلکان بعد از طی کردن 7 خوان تازه کتابتو بررسی میکنند. اگر امکانش بود کتابتون رو چاپ میکنن. اما در نشر آذرفر شرایط فرق میکنه. نویسنده‌های جوان و حتی نوجوانان هم میتونن کتابشون رو به چاپ برسونن. اگه میخوای از شرایط چاپ کتاب در نشر آذرفر مطلع بشی، کلمه شرایط رو برامون کامنت کن تا تمام اطلاعات برای شما ارسال بشه.